داستان شنیدنی مولا نصرالدین و دزد کفش. سلام دوستان، امیدوارم حال دلتون عالی باشه. به کانال داستان‌های شب صدا خوش اومدید. برای حمایت از ما لایک و سابسکرایب یادتون نره. مولا نصرالدین در حیاط را باز کرد تا همسایه آبیارش داخل شود. کار این مرد مواظبت از چشمه‌های زیرزمینی بود که آب را از کوهستان به داخل ده می آورد. بعد از سلام و احوال پرسی ملا از او پرسید چرا امروز پا برهنه ای؟ مرد آبیار در حالی که پایش را میخاراند جواب داد چون کفشهایم را گم کردم. ملا گفت ماجرا را از اول بگو و این همان چیزی بود که حسین از اول میخواست آن را شرح بدهد. هر دو زیر درخت انگور نشستند. حسین داستان کفش‌های گم شده‌اش را با صدای آهسته و ملایم شروع کرد. دیروز رفتم به میهمانی. ما روی هم 10 نفر بودیم. همگی کفش‌هایمان را درآوردیم. من نفر آخری بودم که به آنجا رسیدم. آنجا 9 جفت کفش دیدم و هیچ کدام از آنها به تازگی و نوعی کفش‌های من نبود. من هم کفشم را پیش کفش‌های دیگر گذاشتم و داخل شدم. حرف زدیم و چای خوردیم. چای خوردیم و حرف زدیم. حرف زدیم و چای خوردیم. ملا ریشش را خاراند، سرش را تکان داد که نشان بدهد به حرفهای او گوش می دهد. او به شنیدن درد و دل مردم عادت کرده بود. مرد آبیار در ادامه حرفهای خود گفت آنهایی که آنجا بودند یکی یکی رفتند به خانه هایشان. من نفر آخری بودم که از اتاق بیرون آمدم. وقتی که بیرون را نگاه کردم چه دیدم؟ ملا به پاهای برهنه حسین نگاه کرد و حدس زد دیدی کفش‌هایت آنجا نیست. حسین گفت همینطور هست. مرد آبیار فکر کرد که میتواند امیدی داشته باشد چون ملا پرسش اول را به تندی و به خوبی جواب داده بود. بعد حسین پرسش مشکل تری پرسید. کفش‌های من چطور شده؟ ملا جواب داد یکی از آن 9 نفر آنها را با خودش برده. حتما میخواسته با تو شوخی کند. حسین که خوشحال بود از اینکه ملا همه چیز را فهمیده است گفت بله ولی کدام یکی از اینها این کار را کرده؟ ملا گفت باید این را بفهمم. آنها ساکت نشستند. ملا در این فکر بود که راه چاره‌ای پیدا کند. زن ملا هم پشت سر هم برایشان چای گرم می آورد تا آنها را در فکر کردن کمک کرده باشد. عاقبت ملا فکری به خاطرش رسید و گفت به آن 9 مرد بگو همگی فردا صبح با هم به خانه من بیایند. من آنها را امتحان می کنم. امتحانی که حتما معلوم می کند کدام یکی کفش تو را برداشته است. روز بعد ملا سخت مشغول بود. اول در باغچه‌اش زانو زد و چیزهایی از زمین جمع کرد و بعد به آخور الاغش رفت. در موقع بازگشت زنش را صدا زد تا با تنگی که دهانه نازک و باریکی داشت آب روی دستش بریزد. بعد رفت دم در خانه‌اش نشست تا آن 10 نفر بیایند. او سراسر ده را زیر نظر گرفت. وقتی که آنها آمدند بعد از سلام و احوال پرسی همیشگی ملا به آنها گفت من میدانم که یکی از شما در میهمانی دیروز کفش این مرد را برداشته است. همه آنها یکی یکی با تعجب گفتند من این کار را کردم؟ ملا جواب داد در هر صورت بهتر می شود اگر شما کفش این مرد را همین حالا پس بدهید و زحمت را کمتر کنید. آنها به یکدیگر نگاه کردند. از نگاهشان معلوم بود که به هم میگویند تو این کار را بکن ولی هیچ کدام چیزی نگفتند. ملا گفت این خیلی آسان است که بفهمم چه کسی این کار را کرده است. ملا در حالی که به صورت آنها نگاه میکرد تا بفهمد چه کسی از همه مضطرب‌تر هست گفت من میخواهم که شما یکی یکی توی طویله پیش الاغ من بروید و در را پشت سر خود ببندید. هر کدام از شما باید نوک باریک دم الاغ مرا با دست بگیرید و آن را بکشید. البته با ملایمت. وقتی دزد کفش دم الاغ را بکشد الاغ ارعر می کند. آنها همانطور که ملا گفته بود عمل کردند. هر کدام از آنها در طویله را پشت سر خود بست
و بعد از دقیقه‌ای بیرون آمد ولی الاغ ملا حتی یک بار هم ارعر نکرد. حسین با ناراحتی به ما گفت آزمایش شما نتوانست کاری انجام بدهد. ملا با خنده گفت حالا تازه اول کار است و بعد رو به مردها کرد و گفت من میخواهم یکی یکی شما از پیش من رد شوید و بینی و ریش مرا یک بار با دست راست یک بار با دست چپ لمس کنید. مردها همه از جلوی ملا رد شدند. هر کدام ریش و بینی او را لمس کردند. اول با دست راست و بعد با دست چپ. آخر سر آخرین نفر هم از جلوی ملا رد شد. ملا به او اشاره کرد و گفت تو کفش ها را برداشتی. تو آنها را پنهان کردی. کفش ها را به صاحبش پس بده. مرد با چهره قرمز و صدای لرزان گفت این کار فقط یک شوخی بود. کفش های او حالا در خورجین الاغ من است که دم در خانه ایستاده است. ولی شما از کجا حد زدید که من این کار را کردم؟ ملا با خنده گفت این کار آسانی بود. دستهای خودت را بو کن. دزد دستهایش را بو کرد ولی بوی غیر از بوی همیشگی چرم زین الاغش و ابزار کارش و آخرین غذایی که خورده بود به مشامش نرسید. ملا گفت حالا دستهای دیگران را بو کن. دزد دستهای دیگران را بو کرد و گفت زیتون. دستهای همه بوی زیتون می دهد. زیتونی که از باغچه شما در آمده. در همین موقع ارعر دوستانه الاغ ملا بلند شد. الاغ به آرامی از طویله بیرون آمد. او حس می کرد که به قدر کافی در طویله تنها بوده است. ملا به آن مرد دستور داد دم الاغ را هم بو کن. سر دمش را بو کن. تنها تو ترسیدی که دم الاغ را بکشی. مبادا که او ارعر کند و دزد شناخته شود. دزد دم الاغ را گرفت و انتهای آن را نزدیک دماغ خود برد و گفت زیتون. این هم بوی زیتون می دهد. حالا دیگر مقصود از آزمایش ملا به همه آنها معلوم شده بود. راستی که امتحان بسیار خوبی بود. دزد خنده‌اش گرفت و همه آنها با هم خندیدند. سپس دزد از خانه بیرون رفت تا کفش‌ها را از خورجین الاغش بیاورد. ممنونم از اینکه ما رو تا انتهای داستان همراهی کردید. اگر از شنیدن داستان‌های ما لذت بردید، لایک و سابسکرایب یادتون نره.